سلام رفقا، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که پس از مدت‌ها به قول معروف برگشتم. یه مشکلی بود، ما یه 1 سالی به خاطر این محتوایی که حول محور کازینو و به قول معروف شرط بندی‌ها بود ممنوع الفعالیت بودیم. حالا مجددا برگشتیم. من می‌خوام یه چند تا موردی که به عنوان ولتیاب و این کسایی که مثلا میگن یه برنامه ولتیابی هست که ما میزنیم، بعد ولت‌هایی که غیر استفاده است رو اه، پیدا میکنه، پولش رو برمیگردونه و میاره تو کیف پول شما. بعد اکانت‌ها و اشتراکاش رو دارن خدا تومن توی فضای مجازی میفروشن. خب منم کنجکاو شدم گفتم یه بررسی بکنم، همین که اصلا اگه یه همچین چیزی صورت داشته باشه خودم بتونم ازش منبع درآمد داشته باشم، هم به راست یا دروغ بودنش رو بیام به شما بگم. من تقریبا دنبال اینم که یه 7 8 10 مدلی که هست و هر 7 8 10 تا رو بررسی کنم. الان فعلا اولی رو با این شروع کردیم. خب این یه دونه روی بیت کوین، یه دونه روی پالیگون چک میکنه. حالا نمیدونم واقعا چک میکنه یا یه سری مثلا عددهای رندومی رو داره میزنه، یه سری آدرس والتای رندومی رو میزنه. من هنوز هیچ دیتایی راجع به این که واقعا داره چه کاری انجام میده، آیا اصلا داره کاری انجام میده یا نه ندارم. فقط میدونم که یه بک‌گراند. این اولین باری هم هست که دارن این اپو وا میکنم و خواستم همون اولین بار وسط لایو ویدیو بگیرم ازش. قطعا نتیجهش رو توی ویدیوی بعدی میگم. من میخوام 3 روز 4 روز یه هفته بذارم تا ببینم که به چه خروجی میرسه. اما هزینه اشتراکش رو ندیم. نکته اینه چه کار کرد چه کار نکرد. من نسخه‌های رایگانش رو هم پیدا کردم. حالا اون کاسه با این داستان میگن نسخه‌های رایگان چیزی پیدا نمیکنه، بعد حتما نسخه‌های پولیشو بخری که چیزی پیدا کنه. و نسخه‌های رایگان و اکانت رایگانه نمیدونم چیزی هم پیدا بکنه نمیتونی برداشت کنی. به نظر من این همه کلکه، چون یا بالاخره اپ پیدا میکنه، یعنی اون بحث دمو بودنه بهش خیلی مسئله نیست. می‌دونی چرا؟ چون اینم اکانتیه که من یوزر پس زدم اومدم داخل دیگه. پس اگرم من بخرم ممکنه همین یوزر پس رو بهم بدم. یک نفری داره اینا رو میفروشه، اون یه نفر ممکنه 100 تا اکانت رایگان پیدا کرده، حالا دونه مثلا $1000 داره به من و شما میفروشه. با همین میگم لازم به خریدن نیست. هر کی هم میخواد میتونه کامنت کنه، من خود اپ و اکانت رو بهش بدم که اونم تست بکنه. بالاخره حالا فرق نمیکنه، چیزی که منو اگه یه ولتی رو پیدا بکنه، یه پولی برای من داشته باشه، به سهم من بوده و به قول یارو گفتنی اگه اکانت به شما بدم ممکن نیست که شما هم بتونی اونو برداشت کنی. نکتهش همین. حالا می‌بینید که تایمم داره میره فعلا، که هم این توقعم خودش نداره همین دقیقه‌ایه که ماجرا بتونه چیزی پیدا بکنه. یه 8 9 مدل هست. من این 8 9 مدل رو دونه به دونه میشینم بررسی میکنم و وقت میذارم پاش ببینم که آیا خروجی داره یا نداره. اگه خروجی داشت این ولت یا با من تماما رایگان سورساش رو به شما میدم با یوزر پسا و امیدوارم که برای همه داشته باشه. یعنی اگه قراره یه ولتی که ولت یک کسی که ولت رو رها کرده و حالا هر چیزی یه پولی گیر اون بیاد، خب این خیلی عالیه. نکته دوم که این پول واقعا چه منشأی داره و اه، یعنی فرض رو برای میگیم که واقعا این اتفاقی میفته. یعنی ولت قابل اینه که مثلا یه ولتی رو باز کنیم مثلا $200 مثلا توش پول باشه. حالا این برای کیه؟ آیا ما این دزدی نیست که برداریم یا نمیدونم، حالا هر چیز دیگه ای این وسط هست، اینشو واقعا نمیدونم. یعنی ممکنه هر چیزی باشه. من استاپ زدم، دوباره استارت زدم ببینم کار میکنه که کار میکنه. یه وقتی هست که برنامه تو لوپ قرار میگیره، اینو برنامه‌نویسا بلدن. یعنی یه تسکی که یک بار اجرا میشه رو لوپ میذارن، یعنی شما با زدن دکمه استارت این n بار تا زمانی که استاپو بزنی کار میکنه. ممکنه این برنامه همینجوری هم باشه، یعنی یه لوپی باشه همینجوری الکی فقط داده باشن. و با در این دارم کلماتی هم که برمیگردن 12 16 تا کلمه‌ای هست که به عنوان سکندری پسورد ولتا میذارن و اونا خیلی مهمه کی پسورده. اونا رو دارم بررسی می‌کنم ببینم تکراری توشون هست، یعنی ممکنه که مثلا همشون تکراری باشه، که اگه اینجوری باشه یعنی برنامه کلا بی‌کیفیته و فاقد اعتباره. خدا رو شکر که برگشتیم. خیلی ممنونم. امیدوارم این سیزن جدیدی که توی یوتیوب شروع می‌کنیم رو بتونیم شروع خیلی متفاوت داشته باشیم، یعنی اینکه بریم به سمت این ماجرا که بتونیم توی حداقل این بحث کلاهبرداری اینا نیفتیم، مثل پادکست‌ها که راجع به کیونت و غیره داشتیم. و الان متاسفانه ترید و نمیدونم استادایی که پکیج میفروشن و اینا هم خیلی دیگه زیاد شده. یه تایم کم شد دوباره زیاد شد. الان قیمت بیت کوین که میکشه بالا، مردم میان سمت ترید و استادا زیاد میشن.
خیلی ممنون. حتما معرفی کنید ما رو به دوستانتون و هستیم در خدمتتون با پادکست سری. قول میدم با هفته یه دونه پست حداقل در خدمت شما باشیم. و اینکه خیلی ممنونم از حمایتایی که کردید و تا الان پیگیر ما بودین. این لطف خیلی بزرگیه.